مشتری امروزم قراره یه تتوی بزرگ بزنه کنار پاش. طرحش هم یه دونه گلادیاتور با یه دونه اسب. آقا خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه که این اولین طرح بزرگیه که قراره اجرا کنم. یه کوچولو بابتش استرس دارم، ولی مطمئنم که خیلی قراره خوشگل بشه. بابت این صدای خروسی من عذر میخوام، من هنوز خوب نشدم. حالا در ادامه همراه من باشین، مراحل کارشو نشونتون میدم، آخرش هم ببینیم قراره چه شکلی بشه. اول از همه مقداری مایع اسنسیل میریزیم و حسابی پخشش میکنیم. بعدش هم که خود طرحمون رو میچسبونیم. اینم که استنسیل طرحمونه. حالا میریم واسه آماده سازی لوازممون که با پیچوندن رول گریپ شروع کردم. بعدش هم که رنگمون رو حسابی تکون میدیم و میریزیم و در نهایت سوزنمون رو از پلمپش در میاریم و داخل خود دستگاه جا میزنیمش و بالاخره شروع میکنیم به تتو زدن. آقا اینجا هم همه این خطا رو داشتم حفظی میزدم. شابلونم زیر دستم پاک شده بود، مجبور بودم خودم این خطا رو اضافه کنم. خیلی کار سختی بود. و در نهایت رخ اصلی خود کار. بعد از 14 ساعتی یه بند تتو زدن بالاخره 11 شب تمامش کردیم. دیگه واقعا خیلی خسته شده بودیم. به نظر شما چطور شد؟